سلام بچه‌ها، ترسیدین؟ نه ترسین اصلا. امروز قراره که این صدایی رو که پخش شد چیکار کنیم؟ شکلش رو یاد بگیریم. آره، داخل فارسی این صدا یک شکل داره و قراره که امروز ما شکلش رو یاد بگیریم. مثل همیشه اول میریم سراغ کارت ها تا با خوب دیدن و خوب شنیدن شکل این صدا رو هم یاد بگیریم به افتخار خودتون و صدای بامزه جدید. خب میریم سراغ کارت اول. خانم، خروس، خواهر، لبخند. چقدر لبخند خوبه. رودخانه، خورشید، شاخه، ملخ، خرگوش، درخت. بچه ها دیدین داخل همشون چه صدایی بود؟ آفرین، صدای چند تا شکل داشت؟ آفرین، 2 تا شکل داشت. بریم تا خودش رو برای شما معرفی کنه به افتخار خودتون. وای 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 کی هستی؟ چرا این شکلی هستی؟ شکم داری؟ این هوا نقطه داری؟ اون بالا؟ بگو بینم کی هستی؟ خانم معلم، منو نمیشناسی؟ من خی آخر هستم. آخر میام همیشه، به غیر از این نمیشه. صدای من ترس داره، هر که صدامو شنیده هی به خودش لرزیده، هی به خودش لرزیده. من خی آخر هستم، تو شهرک الف با دارم 2 شکل زیبا. راست میگه بچه ها، من اینو میشناسم. این همون صدای خیلی ترسناکه. حواستون باشه که باید خیلی هم زیبا بنویسینش، وگرنه یه کاری میکنه شما هم بترسین. گفت که یه شکل دیگه هم داره، میخواد شکل دیگه‌ش هم خودشو به شما معرفی کنه. من خیلی غیر آخرم، اول میام وسط میام ولی آخر نمیام. دستم رو خط درازه، گاهی به آ میچسبم میشیم خا، گاهی به او میچسبم میشیم خو، گاهی به ای میچسبم میشیم خی، گاهی به ا میچسبم میشیم خ، گاهی ا میاد بالا سرم روی تنم میشیم خ، گاهی او میاد بالا سرم روی تنم میشیم خو، گاهی میاد زیر سرم میشیم خه. یادت باشه من خیه غیر آخرم، دستمم روی خط درازه. راست میگه بچه ها، اینم خیلی لاغر و قشنگه و اصلا شکم گنده‌ای مثل خ آخر نداره. خب دخترای خوبم، حالا که امروز این صدای بامزه رو یاد گرفتیم، حالا با هم دیگه بریم تا داخل شهرک الفبا جاشو هم به شما نشون بدم به افتخار خودتون. خب اومدیم داخل شهرک الفبا. نگاه کنید بچه ها، جای این صدای جدید که همون چی بود؟ غیر از آخر کنار اون نخاست، اونجا هم نوشته نخ. شما هم اونجا خیلی زیبا بنویسین خ غیر از آخر. حالا بریم سراغ کتاب فارسی تا اونجا درس رو براتون. دخترای خوبم اومدیم سراغ کتاب فارسی، با هم دیگه میخونیم. درخت، ملخ، خرگوش، درخت، شاخه، درخت، کنار، رودخانه است، خانه خرگوش زیر درخت است، ملخ روی شاخه
درخت است. بچه نگاه کنید، تمام این متن رو شما میتونید بخونید و بنویسینش. فقط کلمه ملخ هستش که شما در واقع ل رو هنوز نخوندین. پس کلمات بسیار مهمی داره، حتما تمرینش کنید برای املا. خب میخونم خ غیر از آخر، خ آخر. بریم خط یادآوری که خیلی مهمه. آ اول، آ غیر اول، ب غیر از آخر، ب آخر، ا اول، ا غیر اول، د، م غیر از آخر، م آخر، س غیر از آخر، س آخر، او اول، او غیر اول، ت غیر از آخر، ت آخر، ر، ن غیر از آخر، ن آخر، ای اول، ای وسط، ای آخر، ای آخر تنها، ز، ا اول، ا غیر اول، ا آخر چسبان، ا آخر تنها، ش غیر از آخر، ش آخر، ی غیر از آخر، ی آخر، او اول، او غیر اول، که غیر از آخر، که آخر، و، پ غیر از آخر، پ آخر، گ غیر از آخر، گ آخر، ف غیر از آخر، ف آخر، خ غیر از آخر، خ آخر. خب بریم سراغ کتاب نوشتاری. خب دخترای خوبم میخوام براتون بنویسم خ غیر از آخر، خ آخر. خوب به حرکت دست من نگاه کنید. خب خ آخر رو نگاه کنید. انشالله که دخترای خوبم به حرکت دست من توجه کردن و به همین زیبایی بنویسن. نگاه کنید. شکمش خ غیر از آخر، خ آخر، خدا، خوب، درخت، رودخانه، خروس. اینجا یک جدول گذاشته، گفته که جدول زیر را کامل کن. خب از شما خواسته که اینجا یک کلمه یه بخشی بنویسین که چه صدایی داشته باشه؟ صدای خ داشته باشه. فرقی هم نمیکنه. خ غیر از آخر و خ آخر. اینجا یک کلمه دو بخشی بنویسین که صدای چی داشته باشه؟ خ داشته باشه. و اینجا هم یک کلمه سه بخشی که بازم صدای خ غیر از آخر، خ آخر داشته باشه. برای ف هم همینطور. اینجا یک کلمه یه بخشی، اینجا دو بخشی و اینجا سه بخشی، اما باید صدای ف داشته باشه. برای پ هم همینطور. باز هم اینجا یک کلمه یه بخشی، یک کلمه دو بخشی. وای اینجا خودش یک کلمه سه بخشی نوشته پروانه. راست میگه، پروانه سه بخشه. انشالله که شما هم کلمات خیلی خوب اینجا می نویسین. میتونید از کلمات خود کتاب استفاده کنید بچه ها. این تمرین یکی از تمرین‌های بسیار مهمه که داخل کلاس دوم هم این تمرین رو داخل کتاب نوشتاریتون دارین. نگاه کنید بچه ها، اینجا اومده حروف رو به صورت به هم ریخته نوشته ی، خ، م. شما اینجا باید بگین که این میخواسته چه کلمه ای رو در واقع بنویسه. خ، آ، ش، گ، خ، ا، او، ش، ر. اینجا بنویسین که چه کلمه ای رو میخواسته بنویسه. انشاءالله که این صدای زیبا رو که امروز یاد گرفتیم خیلی خوب هم طرز نوشتنش رو زیبا می نویسین و هم خیلی خوب تمریناش رو انجام میدین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.